سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیام ویدیویی درباره وضعیت کنونی میگوید که در شرایط کنونی انسجام دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در اولویت حکومت است و در این باره اقدامات جدی روی دستند. وی افزوده درباره وضعیت جاری مشوره‌هایی را در داخل کشور و شرکای خارجی آغاز کرده است. مقامات آمریکایی تایید می‌کنند که نخستین دسته‌ای از نیروهای آمریکایی توانستند خودشان را به میدان هوایی حامد کرزی برسانند تا زمینه به بیرون کشیدن هزاران تن از همکاران این نیروها از کابل فراهم شود. آنتونی گوترس سرمنشی ملل متحد از طالبان خواسته تا از جنگ دست بکشند و راه صلح را اختیار کنند و افزوده از طالبان باید هرچه عاجل عملیات‌هایشان را متوقف سازند. کانادا اعلان کرده است که به 20,000 مهاجر افغان پناهندگی می‌دهد. مقامات این کشور گفتند خبرنگاران، فعالان مدنی و زنان شامل این فهرست خواهند شد. و افغان‌های مقیم در انگلستان در مقابل کنسولگری پاکستان تظاهرات سر دادند. آنان پاکستان را متهم مداخلات بر امور افغانستان می‌دانند.